بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. از مردم کسی هست که گفته اش در مورد زندگی دنیا مایه اعجاب تو می گردد و بر آنچه در دل اوست خدا را گواه می گیرد، در حالی که او سرسخت‌ترین دشمنان است. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. و چون روی برگرداند، یعنی از پیش تو بیرون شد، می کوشد تا در زمین فساد کند و کشت و مواشی را تباه سازد، در حالی که خداوند فساد پیشگی را دوست ندارد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. و هنگامی که به او گفته شود از خدا بترس، غرور او را به گناهکاری می کشاند. برای او دوزخ کافی است و چه بد مسکنی است دوزخ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. از مردم کسی هست که خود را در برابر به دست آوردن خوشنودی خدا می فروشد و خداوند بر بندگان خود مهربان است. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. ای مؤمنان، در اسلام به تمام و کمال داخل شوید و از گام‌های شیطان پیروی مکنید، حقا که او برای شما دشمن آشکار است. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر بعد از آن همه نشانه های روشنی که به شما آمده است باز هم بلغزید، پس بدانید که خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است.